بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة. بخونید: ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. شب جمعه است، شب همه آرزوهای همه شیعیان عالم است که در چنین شبی بین الحرمین باشن، کربلا باشن، به شکرانه این که هممون امشب اینجا مهمان سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس هستیم. ابوالفضلی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر تاریخ امامت و ولایت رو ما رصد کنیم، برمیگردد به قبل از خلقت آدم و عالم و لوح و قلم و عرش و کرسی و این حرفا. یعنی دعوای سر امامت و ولایت از همون ابتدای طرح خلیفت اللهی شروع شد. دعوا مال بعد از امیرالمومنین و قصه عمر ابوبکر نیست. پروردگار متعال وقتی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، بحث شروع شد: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آیون فرشته ها اومدن عبادات خودشون رو به رخ کشیدن. ما اهل عبادتیم، ما اهل تقدیسیم. حالا باید اینو برداری خلیفت اللهش کنی که میاد در روی زمین فساد میکنه، فحشا میکنه، ظلم میکنه و دنیا رو به هم میریزه. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. من قبل از اینکه وارد بحث بشم حواسا جمع، یه نکته بگم. حضرات معصومین علیهم صلوات الله که معصومن و هیچ سیاهی یا نقطه سیاهی در پرونده اونها نبوده و نیست، ولی دشمن وقتی میخواد چماق درست کنه از اطرافیا بهانه میگیره، بر سر اصل موضوع میکوبه. ملائکه گفتن کیو میخوای خلیفت الله کنی؟ کسی که فساد میکنه، فحشا میکنه. خب سوال: ببخشید اگر خلیفت الله آدم ابوالبشر هم باشه
آدم کی فحشا کرد، کی فساد کرد. بچه های او بعضیاشون فاسد شدن، اما فحششو کی میخوره؟ آدم میخوره. بچه ها بعضیاشون ناخلف در اومدن، اما نقطه ضعف شد برای اصل بحث امامت و خلافت. من اولین تذکرم اینه، ما تا ادعا نکردیم شیعه ایم و محب اهل بیتیم که هیچ. هر کاری کردید کردید، هر حرفی زدید زدید، هر جایی رفتید خودتون میدونید. روز قیامت شما اید و دادگاه الهی. چرا اینو گفتی؟ چرا اون کارو کردی؟ چرا اینجا رفتی؟ چرا اونجا نرفتی؟ ولی وقتی آدم خودشو منسوب میکند به محمد و آل محمد، وقتی آدم مشهور میشه که این آقا کربلاییه، این آقا کربلاش ترک نمیشه، این آقا هیئتیه، این آقا مسجدیه، این آقا حزب اللهیه، این آقا رو که میبینی این سینه زن امام حسینه و کافیه توی معامله ای ما پامونو کج بگذاریم، کافیه در بیان یک داستانی ما حاشیه بریم، کافیه در قضاوت یک مورد و موضوعی ما یک خطایی بکنیم. وقت نمیان میگن دانشمند، نمیان بگن آقای مثلا نوری، آقای اسماعیلی، آقای حسینی، آقای حسنی، میگن اینا، ببین اینا نوکران امام حسین، اینا نمازخونا مونن، اینا مسجدی ها مونن. یعنی چماق تو سر کی میخوره؟ امام حسین. وقت انصاف نیست حسینی که این همه سنگ خورده از بنی امیه، این همه نیزه و شمشیر و دشنه و خلاصه تیر خورده، ما هم مسبب بشیم خدای نکرده یک لطمه ای به شأن و شخصیت و مقام اهل بیت بشه. اینو دیگه خدا ازش نمیگذره. من هر بلایی میخوام سر آبروی شخص مهدی دانشمند بیارم خودم میدونم، اما تا منبریم، تا واعظم، تا سخنرانم، تا روحانیم، تا هیئتیم، تا مسجدیم، تا کربلا میام و میرم دیگه من نیستم. ما زلفمون گره خورده است به زلف اهل بیت. من خواهش میکنم تو حرم اهل بیت که میرید التماس کنید به امام حسین که آقا منو کمک کن جز آبرو ریزات نباشم. خیلی مهمه ها که دارم عرض میکنم، اما دقت کنید. من جز کسایی که لطمه بزنن به شخصیت و شأن تو واقعا بعضیا دنبال بهونه میگردن، بعضیا واقعا دنبال میگردن یه فوشی بدن، یه توهینی بکنن، یه جسارتی بکنن. بنده بیش از 40 ساله که تو کشور منبر میرم. چقدر خود من شخصا خاطره دارم که مثلا طرف اومده دم در روزه داد و بیداد به بانی، به خدمه، گاهی میخواستم برم تو مجلس به خود من که آقا به این نوکران امام، یه جوری هم میگه با طعنه، به این نوکران امام حسین بگو برای چی ماشینشو گذاشته دم پارکینگ ما؟ شما حق الناس سرتون نمیشه، لابد اینم امام حسین یادتون داده حق مردم بخوریم. اینجوری هنو نه به باره نه به داره، نمیدونه این ماشین صاحبش کیه، فوشاشو داره امام حسین میخوره، مطلقا رو داره امام حسین میخوره. به امام حسینی که الان محضرشونیم قسم میخورم تو 10 تا مورد، شاید 7 تا 8 تا موردش وقتی گفتیم آقا حالا صبر کن، فوشا داد 10 دقیقه صبر کن ببینیم مثلا این کیه، بعد دیدیم اون کسی که این ماشین رو گذاشته رو پل خونه این آقا اصلا تو روزه نیست.
اصلا تو مجلس نیست، مهمون یکی از همسایات دیگه است، اما این وای میسته دم روزه به امام حسین توهین میکنه. بپذیرید لقمه حروم خوردن زیاد شده. حالا من و شما نمیخوریم الحمدلله، ای کاش همه مثل من و شما بوده، ولی لقمه حرام خیلی ها خوردن و میخورن، لقمه شبهه خیلی ها خوردن و میخورن. لذا وقتی که آدم لقمه حرام بخوره، لقمه شبهه بخوره، مستقیما در رفتار او، در کردار او تأثیر میگذاره. بعضی از جوونا سوال میکنن، همین امروز بود تو حرم یک کسی از من سوال، نه دیشب بود ببخشید، یک کسی از من سوال کرد که ببخشید آقا ما اگه خواستیم با خدا آشتی کنیم، با اهل بیت آشتی بکنیم، که رفتارمون رفتار حسینی باشه، باید از کجا شروع کنیم؟ گفتم من بگم یا قرآن بگه؟ کدوما؟ گفت که خب قرآن بگه. گفتم احسن، ما که کسی نیستیم که ما اگه حرفی هم میزنیم باید از قرآن باشه، باید از اهل بیت باشه. ما میکروفونیم، هیچ آخوندی حق نداره از خودش حرف بزنه، هیچ مدعی حق نداره از خودش حرف بزنه. ما کی هستیم که از خودمون حرف بزنیم؟ به ما میگن مبلغ دین. مبلغ دین یعنی چی؟ یعنی میکروفون در مقابل دهان محمد و آل محمد. تمام. یعنی هر چی ثقلین میگه باید بگیم. خودم قرآن کریم میفرماد کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. اگر میبینید بعضیا عملشون جندیده است، لقمهشون مشکل داره. اول سفره‌تون رو درست کنید، اول لقمه رو درست کن، اول کسب و کارت رو درست کن، اول این شغله رو درست کن. این حقوقی که داری میگیری، همین چندرغازی که میگی، یا همین چندرغاز که مثلا باید 20 تومنت بدن 7 تومنت میدن، همین چندرغازی هم که بهت میدن، چون امضا کردی، پذیرفتی، قبول کردی با این شرایط و با این شغل و با این قیمت و با این حقوق، اینو قبول کردی و پذیرفتی، هفته که رو مخت نگذاشتن که نپذیری شلیک میکنیم که خوده. حالا درد لابدی، اجبار، هر چی میخوای بگو، فعلا قبول کردی. باید همین چندرغازی که میگیری حلال باشه. بعضیا شل کردن تو کار رو خودشونو محق میدونن، میگه چه غم من میدن که من به وظیفم عمل کنم. یعنی چی؟ یعنی چی آقا چقدر به من قبول کردی؟ از اولم بهت گفتن برج 8 تومنت میدیم، خودم گفتی خیلی کمه نمیخوای برو، تو هم مجبور شدی گفتی حالا 8 تومن هم 8 تومنه دیگه، 10 تومن هم 10 تومن، بعد حقت 30 تومنه ها. تو درست میگی، حقت 40 تومنه، اما قبول کردی این چندرغازه رو بگیری. راست این چندرغازه به وظیفت عمل باید بکنی. کم و زیاد بکنی، لقمه وقتی شبهه دار شد، رو چادر زنت، رو حجاب دخترت، رو نمازای صبحتون، رو سبک زندگیتون تأثیر میگذاره. همین امام حسین همینجا تو همین کربلا به امام سجاد فرمود اینا شکماشون از حرام پر شده، ملعت بطونهم من الحرام. اگر خواستید کاراتون درست بشه، از امام حسین بخواین که سفرتون درست. هی نگو یا ابا عبدالله یه شغلی که پول خوبی داشته باشه به من بده. حلالا طیبا واسعا، نه فقط یه پول واسع و زیاد. حلالا بگو ما یه رزقی میخوایم که حسین کش نباشه، نتیجهش ابطال نماز و انکار ولایت اهل بیت نباشه. توجه فرمودید؟ لذا اینو به شما بگم، هیچ وقت کسی نتونست از آدم ابوالبشر اشکال بگیره، اما این قابیله آبرو باباشو برد، خدا لعنتش کن، حابیلو زد کش برادرش. ببین هیچ کس نتونست از نوح نبی اشکال بگیره، ولی کی آبروشو برد؟ پسرش و زنش. 950 سال این مادر مرده زحمت کشید، این همه تبلیغ کرد، ولی تا اسم نوح میاد میگن پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گفت.
یعنی آبروشو پسره برد. اولاد ناخلف، زن بیدین، شوهر بیدین. توجه فرمودید؟ این روزگار رو دقت کنید. پس یک لدل ورود به بحث و موضوع ولایت و امامت دعوا بوده. اولم کسایی ایراد گرفتن که خداشون اتفاقا معصومن، ملکن، فرشتن، همشون پاکن، ولی ایراد از کی گرفتن؟ از اونا که فساد میکنن. چرا؟ چون نسل آدمه، یعنی بی‌انصافیه هست. لذا هرچه اهل بیت زجر کشیدن از مریداشون کشیدن. اگه شما فکر میکنید سید الشهدا از عمر سعد لعین توقع داشته، اشتباه میکنید. اگه فکر میکنید سید الشهدا از یزید ابن معاویه لعنت الله علیه مجمعین توقع داشته، اشتباه میکنید. امام صادق منصور دوانقی که توقع نداشت، ولی از سادات حسنی توقع داشت که کمک نکردن. توجه فهمید چی میگن؟ از توابین امام حسین توقع داشت. اینا که تسبیح به دست میگرفتند و ختم قرآن میخوندند و بعد پیغمبر رو دیده بودند و خودشون مرید پیغمبر اهل بیت میدونستن. امام حسین از این خوبا توقع داشت و علت بنی امیه که توقع نداشت. ببخشید شما فکر کنید واقعا امام حسین از کوفیا توقع داشت؟ که اینجوری نیست. امام حسین نمیدونست که این کوفی وفا نداره. ببخشید کوفیا چه گلی سر باباش ریختن که سر امام حسین بریزن. ماها آلزایمر داریم، ماها تاریخ یادمون میره، ماها فراموشکاریم، ماها عقبه خودمون رو خبر نداریم. امام حسین امام که میدانه ولی از من و شما توقع داره. الان همینطوره. حجت ابن الحسن از یه جوان سنی که توقع نداره که این نماز اول وقت بخونه، چرونی نکنه، نجس نخوره، حرام نخوره. سنی ها که میگن سیولد فی آخر زمان، هنو موعود هنو به دنیا نیامده. بله میاد، بعدن به دنیا میاد. امام زمان که از مسیحیه توقع نداره که او که چشش دنبال عیساست. امام زمان که از زرتشتی و یهودی توقع نداره. من بچه شیعه توقع داره. میگه تو که صلوات ختم میکنی آخرش میگی و عجل فرجهم. تو چرا دروغ میگی؟ تو چرا زیگزالی میری؟ یه رو این وری یه رو اون وری؟ تو چرا نون به نرخ روز خوری؟ تو چرا صاف نیستی؟ تو چرا نمیمونی؟ لذا من خواهش میکنم امشب که شب جمعت برید سنگاتون رو واکنید با امام حسین، تکلیف خودتون رو معلوم کنید. قرآن کریم رو ببینید. قرآن کریم غالبا از کسایی تعریف کرده که اولا اهل جهاد بودن، اهل انفاق بودن، اهل عمل بودن، صابر بودن. هر وقتم دین و صاحبان دین بهشون نیاز داشتن آماده بودن. آیه‌ای که بعد از خطبه خوندم که حالا به درد اتفاقا این روزا هم میخوره، قصه جنگ و مبارزه با صهیونیست. خدا به اسمت امام حسین ریشه صهیونیست رو بکنه. با این آمینی که شما گفتی اینا سرما هم نمیخورن. خدا انشالله ریشه اسرائیل رو خدا بکنه. خدا به حق امام زمان و به حق امام حسین با نابودی صهیونیست امنیت رو به دنیا برگردونه. من خواهش میکنم این دوتا آیه 172 و 173 سوره آل عمران رو دقت کنید. همه چشا به من توجه بفرمایید. قرآن کریم از یه عده‌ای تعریف میکنه. ما میخوایم ببینیم آیا این تعریفی که قرآن میکنه شامل حال ما هم میشه یا نمیشه. تکلیف اونو معلوم کنیم. قرآن میگه الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. یه عده که واقعا اهل تقوا و ایمان بودن
بعد از اینکه زخم و جراحت هم بهشون رسیده بود تو جنگ احد، دقیقا روز بعدش. این خیلی آقا عجیبه. امروز جنگ احد تموم شد با بالاترین شکست و تلفات. فرداش ابو سفیان ها اومدن که پیغمبر رو ترور بکنن. پیغمبر اکرم فرمود آماده باشید بعد بریم دنبال ابو سفیان. یعنی یه رو بعدش غزوه حمراء الاسد پیش اومد، یه رو بعدش، که خیلی از اینا که گفتن لبک ما یا رسول الله هستیم خیلیشون زخمی شده بودن. قرآن میگه اونایی که لبک گفتن، استجابت کردن امر خدا را و دستور پیغمبر اکرم رو، با وجودی که زخم و جراحت بهشون رسیده بود برای یه جنگ دیگه آماده شدن. این